با سلام خدمت دوستان عزیز، یلدا گرزی هستم، کارشناس فنی اورژانس کامپیوتر رایفو. در این ویدیو قصد دارم گزینه‌های مخفی منوی سن توی ویندوز رو بهتون معرفی کنم. اگه تا به حال از ویندوز استفاده کرده باشین، حتما میدونید پس از راست کلیک روی یک فایل یا فولدر، منویی به نام سن تو برای ارسال این فایل یا فولدر به قسمت‌های مهم ویندوز وجود داره. در ویندوز 7 و 8 ترفندی وجود داره که با استفاده از اون میتونیم آیتم های مخفی این منو رو ببینیم و یا گزینه های دیگه ای رو به این منو اضافه کنیم. بر روی یک فایل یا فولدر راست کلیک میکنیم و به منوی سند تو میریم. همونطور که میبینید گزینه های پیش‌فرضی مثل کامپرست فولدر و دسکتاپ توی این منو وجود داره. برای اینکه آیتم های مخفی این منو رو ببینیم، به هنگام راست کلیک کردن کلید شیفت رو پایین نگه می‌داریم و به منوی سند تو میریم. همونطور که میبینید گزینه‌های کاربردی دیگه‌ای توی این منو وجود داره. اگه بخوایم گزینه‌های جدیدی رو به این منو اضافه کنیم، کافیه مای کامپیوتر رو باز کنیم و تو نوار بالای صفحه عبارت شل سند تو رو اضافه کنیم و اینتر رو فشار بدیم. همونطور که میبینید گزینه‌های موجود توی منوی سند تو توی این قسمت وجود داره. حالا از هر فولدری که دوست داریم به این منو اضافه کنیم، میانبر درست میکنیم و به این قسمت انتقال میدیم. مثلا از فولدر ویدیو میانبر درست میکنیم یا از فولدر پیکچر و همینطور از فولدر میوزیک. این صفحه رو میبندیم و دوباره روی یک فایل راست کلیک میکنیم و به منوی سند تو میریم. همونطور که میبینید گزینه‌هایی رو که اضافه کردیم اینجا وجود داره. در صورتی که هر سوالی در مورد کامپیوتر دارین، میتونید با من با شماره 909 907 0282 از خط ثابت تماس بگیرید. با تشکر، موفق باشید.